اگه چند سخنه در باره گناه گپ بزنیم که امروز گناه با اوج اعلا رسیدگی با اوج اعلا همین شب ساعت 10 میبریم اصلا در روزا کنسیت ساعت 3 میبریم کنسیت اون میپرسیم چی گپ میگه در اینجا دیسکوتک رو کردن ولی میفهمیم نه دیسکوتک ازم پول میدوسن صغیرو کنسیت اونجا تو بیار از سول رقاصا میتریده اگه خداوند پناه بده که یکی با طفل یک گناهش خدا را غضبش بیاره همین طریق قوم ملوت چپا کرد همین ترجیح را چپا میکنه یکی ایدس مو هیچ نمیگه همین فرزنده خود را باید که مونش که نمونیم چه برای در شبکه عبونه شدن رو فراموش نکنید زیرا در شبکه عبونه شدن شما نه تنها با خود یک چیز نمیگیرید شما از اون شخصانی میشوید که دینمون را پهن میکنید درست که بسیار نفسش ساق با سوی گناه میدوزه بعد پیشی حضرت سلطان ابراهیم ادهم سلطان ابراهیم ادهم شخصی بود که پادشاهی را با فقیری تعریف کرد پادشاهی را داد فقیر خرید پیش همه گفت که ای سلطان ابراهیم من چند نصیحت بده که همین نسل من دائم ساق با سوی گناه میتیه بعد گفت که گناه بکن این طرح نه که بنده گناه نه اینه گناه که در جای برای گناه که خدا نبینه و سبحان الله ما در جای گناه کنم خدا من نمیبینه وقتی که خدا میبینه نمیشرمی خدایی که ای نیستی را هست کرده است انسانت کرده است عقل داده است تن صحت داده است رزق روزی داده است زن و فرزند داده است ای اون نمیشرمی در همه حالت گناه دیگر پدر بی نمیشرمی برادر بی نمیشرمی اون خالقی که تر ای نیستی هست نمیشرمی پس که میبینه گناه نکن این یکم شرط دیم شرط برای در جای گناه که ملک خدا نباشه در زمین میکنی در آسمون میکنی در تای بحر میکنی در جای بگی ملک خدا نباشه گوش سبحان الله من بجای برای ملک خدا وقتی که در ملک خدا سیر میکنی عیش عشرت میکنی ای خدا نمیشرمی که گناه میکنی این دیم شرط سیم گناه بکن اما ای رزق روزی آفریدگی خدا نخواه سبحان الله من سیکی میخورم برای خدا آفریده است وقتی که خداوند برای تو این قدر رزق روزی را آفریده است تا ای خدا نمیترسی و نمیشرمی که در برابر شکرانه نعمتاش کفران نعمت میکنی تو گناه میکنی که خداوند در قرآن خبر میده که فلینظر الانسان الا طعامه انا صببنا الماء صبا ای انسان وقتی که تو در سر سفره طعام میشینی یک بار نظر در همین تعامل بکی که چی سبب شده است تا صاحب این قدر رزق روزیش ده کلچه های سرخ سفید سیوای زرد سرخ این چیزها را خدا خلق است برای تو اینها را چی سبب شده است انا سببنا الماء صبا برای این چیزها آب باران سبب شده است که آب باریده زمین باردار شده برای تو حبوطات و نبوتات با بار آورد که امروز میخری ایره و قادر به گناه میشه که شیخ عطاری ولی میگه که هر کی نفسی سگ را سیرش میکنه در گناه کردن دلیلش میکنه وقتی که انسان میداره سیر نمینه بعد بود دیگر چوش میفوره قطع بازیش میفوره و نرده بازیش میفوره و زیناش میفوره و این چیزها را میفوره یکی تو یک بار نظر در این تعام بگه که اینها را خدا آفریده است ای خدا نمیترسی که اینها را میخری و در ملک خدا و خدا میبیند و پس بوسو گناه میکنی این شرط سیم شرط چهارم گناه بکن که روز قیامت الله بزرگ دفتر اعمال را در دست میتیه خط در کرسی جنایت میشنونه که در اونجا میگه که انمی گناه ها را تو کرده با کلمه گیر همون تا روزی که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون همون تا روزی که خداوند در دهن مهر میزنه دهن گپ زدن نمیتونه گپ میزنن دستای تو و شهادت میتونن پاهای تو و همون گناهی کردگی تو بگو من نکردم و سبحان الله وقتی که از اونهای خودم علیه خودم شهادت بکنم من چقدر این کار میکنم وقتی که این کار کردن نمیتونی گناه نکن شرط چهارم شرط پنجم گفت وقتی که ترا نروشنیک میزنن با سوی دوزخ میکشن ملائکه ها او که من نمیرم ایدشو بکن نره او که سبحان الله اون ملائکه دوزخ و در یک کفی دستشو 70,000 کافی را میگن میروند در ایش 70,000 من چقدر ایدست اونها میکنم اونها او قدر ابرقدرتن حضرت جبرائیل
دارای 600 قنات است. خداوند وصف می‌کنه قدرتمندیش با یک قناتش کره زمین چپاند. این قدر ابرقدرت است. من چقدر ایدستی او میتونم مثلا که دوزخ نمیرم. وقتی که نمیتونی ای خدا بترس گناه نکن. اگر ما و شما در تحت همین 5 شرط سر خم کنیم انشاءالله گناه نمیریم. لیکن صدهای گنوش نعمت خدا رو میخوریم، در ملک خدا سعی میکنیم، با آخرت ایمان داریم که خداوند دوباره ما را زنده میکنه. ثم الینا ترجعون. ای بنده بازگشت با به سوی من ای. من تو را میپرسم در برابر عملات با اینها گویا که باور داریم در تنهای گناهایی میکنیم که گویا که خدا نباشد. کسی که در پیش مردم خودش شیخ صوفی میگیره در تنهای گناه میکنه، او ایمانی به خدا نداره. برای چی؟ خداوند در همه حالت حاضر و ناظر است. او میگه یک استاد بود، 3 شاگرد داشت. یک شاگرد کوچک را بسیار احترام میکرد، عزت میکرد. بعد این شاگردای کلونش بعد ناراحت شدن، غمگین شدن که چون این دین روز ما است اینقدر احترام نه، ما ای پیش خوندگیم، ما مکرریه، ما را اینقدر احترام نمیدن. بعد استادش معلم شد. بعد استادش گفت شما در دل یگان کینه داره؟ بعد که ای استاد غمیخی. او شما که در این شک داشته باشه هر کدوم برای ای خونه یک مرغ گیبیا. حالتاً ای خونه‌اش یامده تایکاش کردن اومدن. او که برای در جای بکشه که هیچ کس نمیتون گرده بیه. یا تجربه من ایسوس نگاه کردید تا پس شیخ کشی گشت در من. او دیگه از داروش نگاه کرد خالی یا زهبر دارن اوشم کشی اومد. این شاگردی مدرکیش نمی‌اومد. باگو کواد تو اومدن رو بستی. نماز شام شی که در جیغ از کرد در من که حالا مرد تا کشه نکشته. او چرا کشیدی؟ او ای استاد تو اوزی در جای برام کشیش کنه نبینه. من که جای را بخدا دیدم. نکشیدم کشته. او دیده ایمانی را، دیده تقوایی را. لیکن انسان باید این خیلی با ایمان باشه که در جایی که قادر به گناه میشود باید بگه خدا ندیده است دست به گناه نزنه. او یک جوان میگه یک دختر بسیار دوست میداشت، ای قفاش بسیار نظارت میکرد، میگه یک بار همراه بیام در گپ دارم ای کام بردارم. میسر نسید یک روز عزم سفر شام کردن قدی پدرش همیو میگه ای قفاش دزدی برفت. بعد شب درد دیاج بعد خوفیله بعد استاد کردم خواب رفتم. بعد این بچه در همون خیمه دختر در من. بعد بگی چی میگوی که اقفا میگردی؟ او میتونه دوست میدارم. میخوام ایت کام بردارم. او برای خیمه ها را نگه که کسی بیدار نباشه. بعد تک تکی خیمه ها را میگه گشت که همه خوان خرسان دوید اومد. او چی؟ او همه خوان. او پروردگار چی؟ او پروردگار خواب نمیره. او شرم نمینه پروردگار که الان میتونه نظارت داره. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو ملائک ایمن، دو ملائک ایته که نیکی‌ها و بدی‌های ما را کتابت میکنن. اونها 4 تا شاهد ما را نظارت دارن. 10 دقیقه کاری که تا انجام میدی روز قیامت خداوند ما را در تندور دوزخ میدوزه و عذاب میکنه. همین ترماها اشترافنای ازالت رو دارن در اون شبو. وقتی که گناه نمینن با هموار در اشترافنای ازالت میدوزن عذاب میدن. در ادینوشکا و در آبشک در اونجا. انا همه دوزخ هم در درمش اشترافنای ازالت رو داره. همون اشترافنای ازالت رو یک تندوره که در اونجا مردها و زنهای زیناگر در درون همون میدوزن سرپوشش رو بار میدن. 1 سال در 1 بار مولی که دوزن همون سرپوشه رو وقتی که گوش میدن میگه چنان بوی بد میبره که همه دوزخ پخش میدن. دوزخی ها بداد میدن ای پروردگار این عذاب خود بسنده نبود که برای ما این بو یک جا اومد. میگه اینها ای شرمگاهی همون زیناکارا های موش ما را در الموجه خدا عذاب میکنن. آیا ای خدا نمیترسید؟ میگه همون جوان یک وحشت فرا گرفت. ای همونجا گشت اومد توبه کرد متقی پیش دید تا مردن شد. خدا را عبادت کرد پرستش کرده همون تمرد برفت دنیا. نیکی وقتی که این نوش نعمتهای خدا را میخوریم در این ملک خدا سیر میکنیم باید از خدا بترسیم. حضرت رسول